سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و جلسات قبل رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید. ما در جلسه سوم از دوره دوم آموزش قطعه زیبای اینترستلار رو داریم. ببینید آهنگساز این قطعه هانس زیمر هست که در واقع موسیقی متن فیلمی به اسم اینترستلار هست به کارگردانی کریستوفر نولان که هم خود فیلم و هم موسیقی متنش یکی از بهترین آثار سینمایی هست که ساخته شده و مورد استقبال زیادی قرار گرفته. در این قسمت ما قطعه اینترستلار رو به همراه با بکینگ ترکش برای شما اجرا میکنیم که هم این قطعه رو بشنوید و باهاش آشنا بشید و در قسمت‌های بعد اونو به صورت جزء به جزء بررسی میکنیم. 2 3 1 2 3. خب در این قسمت ما نوت قطعه اینترستلار رو میخوایم تحلیل کنیم. در ابتدا نوت هایی که در این قطعه استفاده شده رو بررسی میکنیم. ما در این قطعه هیچ نوت دیز یا بمولی نداریم، یعنی علامت سرکلیت هم نوت دیز یا بمول شده ای نداریم، پس همه نوت ها اصلی هستند. آزاد سیم 1 رو داریم، یعنی نوت می که جایگاهش که در جلسات قبل هم گفتیم بین خط 4 و 5 حامل. نوت سی رو داریم، یعنی آزاد سیم دوم که جایگاهش در خطوط حامل روی خط سوم حامل هست. نوت دو رو داریم، یعنی فرت 1 سیم دوم که جایگاهش بین خط 3 و 4 خطوط حامل هست. خب در این قسمت ما میخوایم نوت قطعه اینترستلار رو به صورت میزان به میزان بررسی کنیم روی گیتار. خب میزان 1 همونطور که مشاهده میکنید سکوت سفید نقطه‌دار هست، پس 3 ضرب کامل سکوت هست، کل میزان رو میگیره در میزان 3/4. میزان دوم هم سکوته، میزان سوم هم سکوته. همونطور که گفتم علت این که با سکوت شروع شده این قطعه این هستش که بکینگ ترک قطعه در واقع شروع شده ولی ملودی اصلی هنوز شروع نشده. یعنی این قطعه رو برای اجرا با بکینگ ترکش حتما باید به این نکتهش توجه کنید که قطعه از میزان 4 شروع میکنه به ملودی زدن. خب میزان 4 شروع ملودی هستش که یک سفید نقطه‌دار هست، لایی که سفید نقطه‌دار هست، فرت دوم سیم 3. اینو با انگشت آی اجرا میکنید، با انگشت دو هم نوت لا رو گرفتید. 2 3 ضرب هستش. حتما ضرب پا رو انجام بدید یا با مترونوم اینو توی ذهنتون داشته باشید که این نوت های 3 ضربی رو درست اجرا کنید که از مترونوم یا بکینگ ترک جا نمونید و از ریتم نیفته. یعنی 2 3 و میزان بعدی نوت سی هستش که اونم با سفید نقطه داره، آزاد سیم دوم. تقسیم کردن نوتا بین آی و ام هم فراموش نشه. دست راست تکنیک پیکادو رو داره اجرا میکنه. شمارش کنین 2 3 2 3. میزان بعدی نوت‌های لا، سی و دو رو داریم که به صورت نوت‌های سیاه هستن. لا سی دو، لا سی دو. اینو همیشه لا رو با انگشت دو و دو رو با انگشت یک، چون اصطلاحاً پوزیشن یک انگشت گذاری هستش. خب در این قسمت ما کل قطعه رو با مترونوم میخوایم اجرا کنیم. مترونوم رو روی تمپوی اصلی یعنی 100 قرار میدیم، ریتم 3/4 و طبق مطالبی که در قسمت قبل گفتیم همه نکات رو رعایت میکنیم.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3